وارد شدن یوان چین در بازارهای تاجیکستان. مقامات بانک ملی از روز 2 دکبر اعتباراً یوان پول ملی چین را به معاملات آزادی بازار وارد می کند. 1,000,000 یوان مبلغی که در نوبت اول به بازار تاجیکستان وارد می شود بخشی از 3 میلیارد و 177 میلیون یوان یعنی معادله حدود 500 میلیون دلار است که در دوام 3 سال آینده تدریجاً در اختیار تاجیکستان قرار می گیرد. سازشنامه مفصوم به سواب ماه سپتامبر سال جاری میان بانک ملی تاجیکستان و بانک مردمی چین امضا شده بود. رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نورمحمدزاده که در تصمیم مذکور در برابر وکیلان مجلس نمایندگان شرح میداد گفت این تدبیر برای کاهش شدت بالاروی قرب دلار و هم کمک به صاحبکاران تاجیک صاحب تجارت در چین مساعدت خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی میگویند با معامله آزاد و رسمی وارد شدن پول ملی چین اقتصاد دوم عظیمترین جهان در برابر پیاده‌سازی هدف‌های سیاسیش بعضی ریسک و خطرهای را برای اقتصادی کشورهای همشرک و وابستگی خود دارد.